یک شاعر و طنز پرداز. دعوت میکنم از جناب آقای نیما دهقانی تشریف بیارن. سلام. والا یه فرقی داره من اومدم بالا، یعنی دو تا فرق داره. یکی اینکه اینجا همه آدمایی که اصلا جدی ام، بعدم خیلی اصرار آقای خاتمی بیاد، ولی نه من جدی ام نه اصراری دارم آقای خاتمی بیاد. بعد حالا دلایلتونم بگین. حالا طی نامه‌ای که بله خواهش میکنم. یه سری از طنزنویس‌ها جمع شدن یه سری نامه برای آقای خاتمی نوشتن که البته طنز بود و یه نامه منظومی هم هست که حالا من میخوام، تو گفتن کوتاه بخونم، من یه بیت در میون